از قدیم گفتن هرچی سنگه مال پای لنگه. من اینو با پوست و گوشت و استخونم حس کردم. برعکس اکثر دخترای زمان خودم من ذوق آنچنانی برای ازدواج نداشتم. اما چون تو خونه پدرم بهم خیلی سخت میگذشت و توی تحصیلم هم موفق نبودم و انگیزه‌ای برای دانشگاه رفتن نداشتم، تصمیم داشتم با اولین شخصی که به خواستگاری میاد عروسی کنم. پدرم مرد شریف و مهربونی بود. تنها اخلاق بدش که گند زده بود به کل زندگی خودش و ما، حرف شنوی بی حد و مرزش از مادرم بود. بدون اجازه مادرم آب نمیخورد و تو دنیا فقط حرف مادرم براش سند بود. کل دنیا اگه میگفتن ماست سفیده اما مادرم میگفت سیاهه، بدون شک ماست رو سیاه میدید. از شانس بد من هم مادرم به دلیل خاطره بدش از لحظه به دنیا اومدنم کینه شدیدی نسبت به من داشت. اون منو مقصر درد کشیدنش هنگام تولد میدونست و هیچ وقت حتی بعد از این همه بلایی که سرم اومد دلش با من صاف نشد. به خاطر همین مادرم تا میتونست از من جلوی پدرم بد میگفت و تمام کاسه کوزه ها رو سر من خراب میکرد. اینطوری من رو بچه منفور خانواده کرده بود و خواهر و برادرم هم اجازه داشتن هر طور که میخوان با من رفتار کنن، در صورتی که من بیشتر از بقیه خواهر برادرم تو خونه کار میکردم و کمتر از اونو پول تو جیبی و هدیه و محبت از پدرم دریافت میکردم. اولین خواستگارم که باهاش سر سفره عقد هم نشستم یکی از فامیلای همسایه‌مون بود. علی واقعا مرد وحشتناکی بود، چه از نظر ظاهر، چه رفتار و منش و کردارش و چه وضع مالیش. نمیدونم با خودم چه فکری کرده بودم که بدون هیچ صحبت و تحقیقی عقد کرده شدم و بعدش مثل چی پشیمون شدم. اینقدر هم برای پدر و مادرم بی ارزش بودم که اونا هم با این وصلت هیچ مخالفتی نکردن. پدرم که انگار میخواست بار منو از دوشش برداره گفته بود اگه خودش میخواد من مخالفتی ندارم. مادرم هم که انگار میخواد دختر هووشو شوهر بده، تمام تلاششو میکرد که این وصلت سر بگیره. منم که چشمامو بسته بودم و انگار چوب حراج به آیندم زده بودم بله رو گفتم. اما 2 روز نگذشته بود که فهمیدم چه شکری خوردم. دیدم حتی زندگی با مادرم شرف داشت با زندگی با اون هیولا. من نمیتونستم حتی باهاش حرف بزنم، چه برسه به این که بذارم به هم دست بزنه و سالها بخوام باهاش زندگی کنم. به هر ترفندی بود پیه تمام حرف و حدیثه و زخم زبونای خانواده و اطرافیانم و به تنم مالیدم و عقدو به هم زدم و خدا رو بابتش خیلی سپاس گذارم. خواستگار بعدیم پسرمون بود. این دفعه با دقت بهتر میخواستم انتخاب کنم و اجازه گرفتم یه مدت فکر کنم و سبک سنگین کنم تا اینکه این دفعه عروس عموم شدم. از زندگی با محمد رضا واقعا راضی بودم و هستم. محمد رضا مرد نجیب و بسیار آرومیه ولی در عین حال اقتدار خودش رو داره. خدا رو شکر به خاطر چشم و همچشمی مادرم با جاریش جهیزیه خیلی خوبی هم به خونه شوهرم بردم و بعد از یه عروسی درخور که عموم به احترام برادرش گرفت زندگی جدیدم رو شروع کردم. از همه لحاظ همه چیز عالی بود و همین که از مادرم دور شده بودم آرامش زیادی وارد زندگیم شده بود. همه چی بر وفق مرادم بود و تو همون ماهای اول ازدواجم خبر حاملگیم رو از دکتر دریافت کردم و شادیمون چند برابر شد تا اینکه فلک به تعجب من از اینکه چرا اینقدر من احساس خوشبختی میکنم پاسخ داد و بعد از 9 ماه بارداری بچه اولم چند ساعت بعد از به دنیا اومدنش فوت شد. نه تنها فرزند اولم بلکه 2 بچه دیگه‌ای که با کلی نذر و نیاز و دعا باردار شدم از دست رفتن. درمانده از همه جا بودم. خونه جدیدم هم داشت مثل خونه پدرم برام جهنم میشد. از زخم زبونهای مادر شوهرم و خواهر شوهرم نمیدونستم به کجا پناه ببرم. حتی مادر و خواهرهای خودم هم مسخرم میکردن. محمد رضا بعد از اون روزهای سخت
بعد از خدا پشت و پناهم بود. از هیچ کمک و دلداری برام دریغ نمی کرد و همه تلاششو می کرد تا راه درمانی برای موندن بچه‌های بیگناهمون که یکی یکی پرپر می شدن پیدا کنه. حتی به هم پیشنهاد داد که به پرورشگاه سر بزنیم و یه بچه به سرپرستی بگیریم. اما من نمیتونستم دلمو با بچه‌ای که از خودم نبود صاف کنم. میترسیدم نتونم به اندازه کافی بهش محبت کنم و تو خونم بهش سخت بگذره. همه دکترها میگفتن این مردن بچه هاتون به خاطر ازدواج فامیلیه و مسئله مربوط به ژنتیکتون میشه. پیشنهاد میدادن که قید بچه دار شدن معمولی رو بزنیم و راههای دیگه ای رو امتحان کنیم. اما من حاضر بودم تا اونجا که توان دارم حامله بشم تا خدا دلش به رحم بیاد و یک کدومشون رو بالاخره نگه داره. از قضا یه روز به طور اتفاقی با یه زوج آشنا شدیم که مشکلی تقریبا مثل ما داشتن و تونسته بودن تحت نظر یه دکتر مجرب حامله بشن و صاحب یه بچه شیرین شن که تولد 2 سالگیشو به تازه جشن گرفته بودن. به هر طریقی که بود توسط اون دکتر ویزیت شدیم و من برای بار 4 باردار شدم. روزای حاملگیم خیلی سخت میگذشت چون من آدمیم که تو این دوران از لحاظ جسمی خیلی به هم میریزم و همش میترسیدم که وقت زایمانم فرا برسه و این یکی فرزندمو هم از دست بدم. به پیشنهاد روانشناسم سعی میکردم هر روز خودمو مشغول کاری کنم تا از فکرهای بیهوده دور باشم. تو اون روزا حتی بیشتر به خونه پدر و مادرم میرفتم تا با اونا خودمو سرگرم کنم. مادرم که با هم مثل همیشه بود، اما خواهرم و زنداداشم خیلی به هم کمک میکردن و سعی میکردن منو از افکار بدی که نسبت به بچه توی شکمم به ذهنم میومد فاصله بدن. عجیب تو اون روزا که خونه مادرم محل آرامشم شده بود، اما اون خونه و محله انگار برای من طلسم شده بود و نباید میذاشتن من اندکی آب خوش از گلوم پایین بره. تو اون روز منحوس داشتم به خونه پدرم میرفتم. این بار با خودم گفتم که از محله پشتی برم تا یکم تداعی خاطره برام بشه. سر ظهر بود و پرنده پر نمیزد. ولی من اصلا توی این فکر را نبودم که این خلوتی شاید برام خطر داشته باشه که در عوض 1-2 ثانیه دستی محکم جلوی دهنمو گرفت و تا بیام به خودم بجنبم منو انداخت داخل یه ماشین و به سرعت از اونجا دور شد. اینقدر شوکه بودم که در اون لحظه هیچ فکری از خاطرم نمیگذشت و ذهنم نمیتونست تحلیل کنه که داره برام چه اتفاقایی میفته. چشمامو بسته بودم و ماشین سرعت سرسام آوری داشت. بعدش که به خودم اومدم حاملگیم یادم اومد و دیدم تا اون لحظه ضربه و فشارهای زیادی به بدنم و شکمم وارد شده بود. شروع کردم به داد و فریاد و ناله کردن و التماسشون میکردم که به بچه توی شکمم رحم کنن، اما گوششون بدهکار نبود و بردنم به مکان نامعلوم و 2 نفری به هم تعرض کردن. بعدم دوباره سوار ماشینم کردن و رسوندنم به محله پدرم و اینا. ولی این بار جلوی خونه پدرم پیادم کردن. نمیتونه سهوی باشه چون از اونایی که سوارم کردن تا دم خونه پدرم چندین کوچه فاصله داشت. اینقدر که نمیتونستم اتفاقاتی رو که تو اون چند لحظه برام رخ داده بود رو حذف کنم، مثل یه ربات لباسمو تکوندم و مرتب کردم و وارد خونه پدرم شدم. به زور چند کلمه‌ای باشون صحبت کردم و ازشون اجازه گرفتم و رفتم خوابیدم. اونام دلیل حال بدم و افکار شوم حاملگیم تفسیر کردن. روانشناسم بهم گفت اگه حموم نمی کردم و لباسمو نمی شستم امکانش خیلی زیاد بود که پزشک قانونی بتونه اون آدم رو پیدا کنه و اینجوری من فرصت شناختن اون آدم رو که احتمال می دادم آشنا باشن از دست دادم. قضیه رو به هیچ کسی نگفتم چون نمیخواستم سوژه جدیدی از خودم دست بقیه بدم که بعدش کلی حرف پشت سرم در بیارن. از طرفی میدونستم محمد رضا اگه جریانو بفهمه چون آدم حساسیه خیلی میشکنه و دلم نمیخواست اذیت شدنشو ببینم. دکترام هم سلامت بچه و جسممو کامل تایید کردن، ولی بعد این اتفاقا دیگه هیچ امیدی به زنده موندن بچه تو را هم نداشتم
و تا روز تولد پسرم دچار افسردگی بدی شدم. وقتی بچه به دنیا اومد شوکه شدم، چون اونم قرار بود مثل خواهر برادرای دیگش بعد 6 ساعت از دنیا بره، ولی اون انقدر زنده موند که شوهرم براش اسم انتخاب کرد و گذاشت روزبه، کسی که هر روزمون رو داشت بهتر میکرد و با زنده موندنش تخم امید به زندگیمون پاشیده بود. ولی تا تولد 1 سالگیش با ترس و لرز بالای گهوارش میرفتم، چون میترسیدم ببینم که یه وقت نفسش بند نیومده باشه. بعد تولد 1 سالگی روزبه اینقدر اعتماد به نفسم بالا رفته بود که تصمیم گرفتم بدون نظارت هیچ دکتری باردار شم. ولی متاسفانه دخترم زنده نموند و منم عطای داشتن بچه دیگه رو به لاغاش بخشیدم. از افرادی که بهم تجاوز کرده بودن بگم که چند سال بعد فهمیدم کیا بودن و همونطور که حد زده بودم آشنا بودن. یه روز مهناز خانوم همسایه پدرم اینا، همون که علی نامزد سابقم رو به خواستگاری من فرستاده بود، بهم پیغام فرستاد که هر وقت رفتم خونه پدرم یه سرم به اون بزنم. وقتی دیدمش بهم گفت که علی ازش خواسته که به من بگه حلالش کنم. نشون به اون نشون که پونه کوهی باورم نمیشد. کسی که بهم تجاوز کرده بود علی بود. اون روز که منو دزدیدن و بردن یه جایی که بوی پونه کوهی اونجا رو پر کرده بود. من این مردک رو بعد اینکه طلاقمو ازش گرفتم دیگه ندیده بودم و فکر نمی کردم با نامردی تمام با یه نفر دیگه بهم تجاوز کرده باشه. از وضعش که پرسیدم مهناز خانم گفت که انگار 2 بچه‌شو با مریضی بد از دست داده و حالا خودش هم گرفتار اون مریضی شده و داره زجر میکشه. اولش با خودم گفتم که حتما باید یه بلایی سر آدم بیاد و تاوان پس بده تا بفهمه چه کار اشتباهی کرده و نمیخواستم به هیچ عنوان ببخشمش. اما دیدم که زندگی من کاملا روی روال افتاده و حتی اینقدر خوشحال و خوشبختم که اون ماجرای وحشتناک رو به فراموشی کامل سپردم. ولی اگه فرزندم زنده نمیموند یا حتی اگه اونقدر درگیر بارداریم و تولد و زنده موندن بچم نمی بودم، قطعاً اون واقع و تعرضی که به من شد زندگیمو از هم می پاشوند. با این حال تصمیم گرفتم به خاطر خودم ازش گذشت کنم تا اینجوری به طور کامل علی و هر خاطره‌ای که مربوط به اون میشد رو از زندگیم پاک کنم. بعد این همه مشکلات و وقایع ناگواری که تو زندگیم رخ داد، چند سالی میشه که دنیا داره روی خوشش رو بهم نشون میده و گذاشته تا یه نفس راحتی بکشم و مثل بقیه مردم یه زندگی نرمال و آرومی داشته باشم. همون زندگی که از بچگیم آرزوش رو داشتم. البته معلوم نیست، شاید سرش به جای گرمه که منو فراموش کرده، اما امیدوارم که حالاها سرگرمیش رو جای دیگه‌ای جستجو کنه.